خورشید قربانوف استاد دانشگاه دولتی کولوب و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانوی کتاب است. در نامیناسیون ادبیات جهان روز 30 ایول از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه خورشید قربانوف ساعت 18 در محله شمس‌الدین شاهین در کولوب دایر شده است. دانشگاه دولتی کولوب در صحیفه‌اش در فیسبوک مرگ خورشید قربانوف را فاجعه نوبهنگام نامیده خبر داد که او بر اثر از تپش ماندن دل وفات کرده است. در نامه تعزیه دانشگاه مرحوم همچون جوان باسواد و امیدبخش، شخص علیم و مهربان توصیف شده است. بسیاری ها در شبکه‌های اجتماعی مرگ خورشید قربانوف را در چنین سن جوان باور نکردنی نامیده از او به عنوان یک استاد دانشمند و خوشمعامله و با ذوق بلند یاد کردند. خورشید قربانوف تازه ماه اپریل سال جاری در آزمون فروغ صبح دانایی در بخش ادبیات جهان برنده شد و در تلویزیون سفینه درباره‌اش برنامه مفصل تهیه کردند. خورشید قربانوف در آن برنامه نقل کرده بود که خیلی تشنه خواندن کتاب است و برای مثال وقتی کتاب‌های فضل‌الدین محمدیف را در زبان اصل یعنی تاجیکی پیدا نکرد، اول ترجمه اثرهایش را به روسی مطالعه کرد